تو هم همیشه دنبال هیجان و ماجراهای ترسناک بودی؟ میخوای یه شب و یه جای ترسناک سپری کنی؟ یه جایی که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اونو نداره؟ خب امروز با من همراه باش تا با یه داستان واقعی از احضار روح و اتفاقات وحشتناک یه خونه متروکه ترس و به اعماق وجودت نفوذ بدم. دوستای خوبم، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و کانال دارک استوری رو سابسکرایب کنید. اسم من محمده. این اتفاقایی که قرار تعریف کنم هنوز هم وقتی بهش فکر میکنم تنمو میلرزونه. من، سعید، علی و نیما 4 تا دوست صمیمی بودیم. هر 4 نفرمون 18 سالمون بود و اهل نیشابور هستیم. همیشه دنبال هیجان و ماجراهای عجیب و غریب بودیم. یه شب که تو کافه همیشگیمون نشسته بودیم، سعید گفت شنیدید تو محله قدیمی یه خونه متروکه هست که میگن روح داره؟ یه پیرمرد میگفت هر کس شب اونجا بمونه دیگه بر نمیگرده. من خندیدم و گفتم اینا همش حرفه. همیشه یه داستان ترسناک میسازن ولی هیچ وقت به واقعیت نمیرسه. اما علی که همیشه محتاط‌تر بود با تردید گفت شوخی نکن سعید، این چیزا واقعی نیستن. نیما که همیشه شجاع‌تر از بقیه بود گفت بیایید بریم ببینیم داستانش چیه. ساعت از نیمه شب گذشته بود که با موتورامون به حاشیه شهر رسیدیم. اون شب هوا تاریک و مه‌آلود بود. وقتی رسیدیم دیدیم خونه متروکه با دیوارای ترک خورده و درهای زنگ زده، زیر نور ماه یه چیز دیگه بود. یه جورایی انگار زنده بود و ما رو نگاه میکرد. درختای خشکیده اطرافش توی باد میلرزیدن و صدای زوزه سگای ولگرد از دور میومد. چراغ قوه‌مو رو روشن کردم و گفتم بریم داخل. قدم که گذاشتیم تو، بوی نم و کهنگی و یه چیز دیگه، یه بوی عجیب مثل گوشت فاسد پیچید تو دماغمون. علی دماغش رو گرفت و گفت آخه چرا همچین جایی رو انتخاب کردید؟ نیما خندید و گفت نترس، هیچی اینجا نیست. سقف چوبی خونه ترک خورده بود و سایه ها توی نور کم چراغ قوه‌های ما مثل موجودات زنده روی دیوار می‌رقصیدن. یه دفعه صدای افتادن چیزی از طبقه بالا اومد. هممون خشکمون زد. سعید گفت احتمالاً یه گربه است، ولی کسی جوابی نداد. نمیدونستیم که چیزی فراتر از یه گربه اونجاست. سعید از کوله پشتیش یه ویجی برد و چند تا شمع در آورد. نیما لبخند زد و گفت پس جدی جدی میخوایم احضار روح کنیم؟ علی اخم کرد و گفت بچه بازی در نیارید، این کارا خطرناکه. ولی خب همه ما یه جورایی میخواستیم ببینیم واقعیه یا نه. نشستیم دور تخته، شمع رو روشن کردیم و دستامونو گذاشتیم روی نشانگر. سعید با صدای لرزون گفت اگه روحی اینجاست با ما ارتباط برقرار کن. چند لحظه سکوت شد. هیچ اتفاقی نیفتاد. نیما با تمسخر گفت دیدید همش چرت و پرته. ولی هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای ضربه‌ای از طبقه بالا اومد. انگار یکی داشت چیزی رو روی زمین میکشید. یهو نفس همه تو سینه ها حبس شد. قبل از اینکه بتونیم حتی یک کلمه حرف بزنیم، نشانگر شروع کرد به حرکت. علی با صدای لرزون گفت کی اونجاست؟ حروف کنار هم قرار گرفتن. من اینجا. سعید با صدایی که حالا وحشت زده بود پرسید اسمت چیه؟ نشانگر دوباره حرکت کرد. حسن. کشته شدم.
انتقام میخوام. عرق سرد روی پیشونیمون نشست. نیما زمزمه کرد دروغه، یکی داره تخته رو تکون میده. ولی ناگهان پنجره ها با شدت لرزیدن و در اتاق با یه ضربه وحشتناک بسته شد. شمعایی که روشن کرده بودیم خاموش شدن و همه جا رفت تو تاریکی مطلق. چراغ قوه‌مو روشن کردم و سمت در گرفتم، ولی نورش یه لحظه سوسو زد و خاموش شد. سکوت سنگینی خونه رو گرفت. اما بعد یه چیزی شنیدم. یه صدای نفس کشیدن. یه صدای ناله ضعیف از تاریکی. علی چراغ موبایلش رو روشن کرد و به گوشه اتاق نشونه گرفت. اونجا یه چیزی ایستاده بود. یه سایه سیاه با چشمایی که انگار گود افتاده بودن. بدنم از ترس بی حرکت شد. هیچ کدوم نمیتونستیم تکون بخوریم. ناگهان نیما جیغ زد و دوید سمت در. بقیه هم پشت سرش دویدیم. اما در قفل شده بود. سعید با وحشت کوبید به در و گفت یکی داره نزدیک میشه. در یه دفعه با شدت باز شد. نیما، سعید و من با تمام سرعت فرار کردیم. وقتی رسیدیم بیرون برگشتم تا ببینم علی هم اومده یا نه. ولی علی دیگه اونجا نبود. با تمام ترس و وحشتم برگشتم داخل و داد زدم علی کجایی؟ اما خبری ازش نبود. فقط گوشیش روی زمین افتاده بود. صفحه‌اش هنوز روشن بود و روی صفحه یه جمله نوشته شده بود. یکی دیگه هم به ما پیوست. دیگه هیچی نفهمیدم. فقط دویدم بیرون. اونقدر سریع که حس میکردم قلبم از جا کنده شده. اون شب دیگه هیچ وقت بر نگشتیم اونجا. روز بعد پلیس اومد و خونه رو بررسی کرد. اما هیچ اثری از علی نبود. فقط یه چیز باقی مونده بود. یه نوشته کمرنگ روی دیوار که انگار با دست کشیده شده بود. که نوشته بود یک نفر دیگه هم به ما پیوست. دیگه هیچ وقت خبری از علی نشد. بعضیا میگفتن اون قربانی روح اون خونه شده. بعضیا قسم میخوردن شبا وقتی از کنار خونه رد میشن یه سایه آشنا رو پشت پنجره طبقه بالا میبینن. یه سایه که انگار علیه. این داستان تموم شد. اما آیا واقعا تموم شد؟ اون چیزی که ما دیدیم شاید همونه که هنوز تو اون خونه منتظره. هرگز نمیدونی که چه چیزی ممکنه به شما نزدیک بشه. شاید روزی اینجا گوشه‌ای از شبای تاریک و ترسناک، شبایی تو تاریکی منتظر شما باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً یادتون نره کانال دارک استوری رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک